وصیت ششم، فضیلت صدقه کردن. از کعب پسر عجره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای کعب پسر عجره، گوشت و خون، یعنی جسمی که از حرام نشأ و نما یافته است، داخل بهشت نمی شود، آتش به آن سزاوارتر است. ای کعب پسر عجره، مردم دو قسم صبح کننده اند، یک گروه در آزاد نمودن جانشان از عذاب و گروه دیگر هلاک کننده جانشانند. ای کعب پسر عجره، نماز سبب نزدیک شدن به خدا و روزه بردارنده پرده از عذاب اوست. صدقه خاموش می نماید عذاب گناه را، آنچنانی که غبار از سنگ سفته برده می شود. روایت ابن حبان. از معاذ پسر جبل رضی الله تعالی عنه روایت است که در یک سفر همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم. پس این حدیث را ذکر نمود تا آنجایی که گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را بر درهای خیر دلالت نمایم؟ گفتم: آره ای پیغمبری خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه پرده از دوزخ است و صدقه خاموش می نماید عذاب گناه را، آنچنانی که آب آتش را خاموش می نماید. روایت ترمذی. از عقبه پسر عامر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: به درستی که صدقه برای صاحبش گرمی قبر را خاموش می نماید و مؤمن روز قیامت در سایه صدقه اش پناه می برد. روایت طبرانی. میمونه دختر سعد رضی الله تعالی عنها روایت می نماید که گفتم: ای پیغمبر خدا، درباره صدقه مرا فتوا بده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: صدقه پرده از آتش دوزخ است برای کسی که آن را به امید ثواب و به خاطر خدا انجام داده باشد. روایت طبرانی.